أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. این باندهای ولایت باز، باندهای امام ساز و مذهب ساز مردم را به چاه‌ها مشغول کردند، خود به کاخ‌ها نشستند. مردم را به قبرها مشغول کردند، ولی وقتی خود مریض میشن بهترین دکترهای جهان رو میارن. چرا اینطوری است؟ برای اینکه شرک و بدعت و ضلالت اولین صدمه‌ای که میزند به مغز آدمی است، به عقل آدمی است، به اندیشه آدمی است. همچنان که بی ایمانی قلب آدمی رو کور میکنه، خرافه و ضلالت و شرک و بدعت عقل آدمی رو از بین میبره. و اسلام تنها دین راستین خداوند که دست نخورده باقی مونده، هر دو این را میخواد از آفات نجات بده. دل را با ایمان و عقل را با اندیشه و تفکر. و مردم را به شعارهای متعصبانه تفرقه انگیز، ضد عقل، توخالی مشغول میکنن، لیکن خود دو چیز در دستشونه: مال و شهوت، خمس و متعه. چرا اینطوری است؟ چرا مردم به این مصیبت مبتلا؟ قرآن میفرماید من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. کسی که از ذکر من اعراض کنه، از کتاب من اعراض کنه، از پندی که من براش فرستادم اعراض کنه، از سخنی که من براش فرستادم اعراض بکنه، یا بدی خواهد داشت. پول هم داشته باشه ناراحته، میلیون ها هم داشته باشه ناراحته، زندگی تنگی خواهد داشت.